به نام خدا. در مسیر انجام یک پژوهش علمی، انتخاب روش تحقیق یکی از تصمیم‌های جدی و سرنوشت سازه. این انتخاب نه تنها مسیر گردآوری داده‌ها و نحوه تحلیلش رو مشخص می‌کنه، بلکه اعتبار، اثربخشی و علمی بودن کل تحقیق شما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. خیلی از دانشجویان و پژوهشگران بعد از انتخاب موضوع در زمینه نوع روش کمی، کیفی یا ترکیبی دچار تردید میشن و بعضی وقتا بدون تحلیل دقیق روشی رو انتخاب میکنن که با هدف یا سوال پژوهششون همراستا نیست. واقعیت اینه که انتخاب روش پژوهش باید بر اساس منطق درونی تحقیق و با تحلیل دقیق ساختارهای عنوان پژوهش انجام بشه. عنوان پژوهش شما اگر درست و علمی نوشته شده باشه، خیلی از مؤلفه‌های لازم برای انتخاب روش مناسب رو توی خودش داره. مثلا نوع متغیرها، هدف تحقیق، نوع داده‌های مورد انتظار و حتی ابزار گردآوری اطلاعات. من زینب گلزاری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در این آموزش سعی می‌کنم تا با زبانی ساده به شما بگم که چجوری فقط با خوندن عنوان پژوهش میتونید روش مناسبش رو تشخیص بدید. این توانمندی به شما کمک میکنه که در مقام دانشجو یا محقق بتونین با اطمینان بیشتری پژوهش‌های خودتون رو ارزیابی و طراحی کنید. اولین گام در انتخاب روش پژوهشتون درک دقیق ماهیت مسئله پژوهشه. در واقع اگر شما توی پژوهش خودتون دنبال اندازه‌گیری، مقایسه یا بررسی رابطه آماری بین متغیرها هستید، مناسب ترین روش برای شما روش کمیه. به عنوان مثال، اگر عنوان شما این باشه: آیا بین سبک رهبری مدیران مدرسه و مشارکت معلمان در تصمیم گیری رابطه معناداری وجود داره، مسئله شما کمیه، چون متغیرها قابل اندازه‌گیری هستند و تحلیل آماری برای پاسخ دادن به سوال شما مناسبه. در مقابلش اگر مسئله شما بر درک عمیق پدیده، تجربه‌های انسانی یا معنای رفتارها باشه، روش مناسبتر روش کیفیه. به عنوان مثال، اگر بخواید بدونید مدیران آموزشی چجوری تعارض توی مدرسه رو تجربه و تفسیر میکنن، دارید تجربه انسانی رو مورد مطالعه قرار میدید که نیازمند روش کیفی و ابزارهایی مثل مصاحبه یا مشاهده است. یکی از دقیق ترین معیارهایی که توی تعیین روش پژوهشتون میتونین ازش استفاده بکنید، نوع هدفیه که پژوهشگر توی تحقیق به دنبالشه. اهداف پژوهش در واقع نشون میدن که پژوهشگر انتظار داره در تحقیق خودش به چه نوع دانشی دست پیدا بکنه. آیا میخواد یک دانش عددی و قابل اندازه‌گیری و تعمیم پذیر رو به دست بیاره یا دنبال دانش تفسیری و کیفیه؟ اگر هدف پژوهش شما توصیف کمی وضعیت موجود بین گروه‌ها یا متغیرها یا توضیح روابط علی بین پدیده‌ها باشه، این اهداف به طور طبیعی با روش کمی همخوانی دارن. توی چنین تحقیقاتی شما باید به عنوان یک پژوهشگر دنبال اندازه‌گیری دقیق متغیرهای استخراج شده از الگوهای آماری باشید و تعمیم نتایج به جامعه بزرگتر یکی از اهداف شماست. مثلا توی پژوهشی با هدف مقایسه رضایت شغلی معلمان زن و مرد در مدارس متوسطه دولتی، شما دقیقاً دنبال مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی بین این دو گروه هستید. متغیرهاتون کمی هستند و ابزارتون هم معمولاً پرسشنامه استاندارده و تحلیلش هم به روش آماری انجام میشه. در مقابل اگر هدفتون کشف مفاهیم جدید، تفسیر معناهای ذهنی یا ساخت نظریه‌ای از دل تجربه‌های انسانی باشه، این هدفها با روش کیفی همراستاترن. توی این نوع پژوهش‌ها شما به عنوان یک پژوهشگر دنبال درک عمیقی از پدیده‌ها هستید و دنبال این هستید که بتونید یک درک پیچیده‌ای رو باز بکنید و نمیتونید اون رو به راحتی در قالب پرسشنامه عددی بیارید. مثلا وقتی میخواین ببینید که معلمای ابتدایی چجوری مفهوم مشارکت والدین رو توی آموزش درک میکنن،
شما با یه مفهوم انتزاعی و ذهنی مواجه هستید و درک این مسئله در افراد مختلف میتونه معنای متفاوتی داشته باشه. بنابراین این نوع هدف نیازمند روش‌هایی مثل مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته، تحلیل مضمون یا روش پدیدارشناسیه و روش کیفی برای پاسخ دادن به اون مناسب تره. به عبارتی اهدافی که به توصیف، مقایسه، سنجش یا پیشبینی اشاره میکنن راه رو به سمت روش‌های کمی باز میکنن، اما اهدافی که به کشف، تبیین، درک یا معناشناسی اشاره میکنن ضرورت استفاده از روش‌های کیفی رو مطرح میکنن. شما به عنوان یک پژوهشگر باید قبل از انتخاب روش هدف خودتون رو به دقت تحلیل کنید و ببینید آیا هدفتون سنجش قابل عددگذاریه یا درک و تفسیر معنایی. نوع سوالاتی که در پژوهش مطرح می‌کنید خیلی بر نوع روشتون تأثیر گذاره. اگر سوال شما از نوع رابطه باشه و اینکه چه رابطه‌ای بین دو تا متغیر وجود داره یا مثلا چند درصد از افراد از یک روش آموزشی استفاده می‌کنن، روش مناسب به پژوهش شما یک روش کمیه، چون پاسخ این نوع سوالات عددی و قابل تحلیل آماریه. مثلا چه رابطه‌ای بین خودکارآمدی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود داره، یا چند درصد از مدیران از سبک رهبری مشارکتی استفاده میکنن. این نوع سوالاتی هستند که شما به روش کمی میتونید به اونها پاسخ بدید. اما اگر سوال پژوهشتون به این صورت بیان شده باشه که تجربه مدیران از مواجهه با والدین در شرایط بحرانی چجوریه، یا چرا برخی از معلمان در برابر سیاست‌های آموزشی مقاومت نشون میدن، سوالات اکتشافی و تفسیرگرایانه رو باید مطرح بکنید و روش پژوهش شما کیفیه. دقت داشته باشین در پژوهش‌های کمی فرضیه‌ها اغلب به صورت رابطه‌ای، علی یا مقایسه‌ای مطرح میشن. این فرضیه‌ها قابل آزمون با روش‌های آماری هستند و معمولاً به دنبال تایید یا رد فرضیه از طریق داده‌های عددی هستیم. مثلا فرضیه‌ای که این مسئله رو بیان میکنه بین خودکارآمدی معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری داره، یک فرضیه کمیه، چون هم متغیرهاش قابل اندازه‌گیری و سنجشن و هم از کلمه کلیدی رابطه استفاده شده. یا تصور کنید فرضیه‌ای داشته باشیم با عنوان میانگین رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد تفاوت معناداری داره، باز با یک فرضیه کمی مواجه شدیم، چون مقایسه و آزمون تفاوت آماری بین گروه‌ها رو مورد بررسی قرار میده و این یک فرضیه کمیه. معمولاً فرضیه‌های آزمون پذیر از پیش تعیین شده نداره. در مقابل پژوهش‌های کیفی معمولاً فاقد فرضیه‌های آزمون پذیر و از پیش تعیین شده هستند. این پژوهش‌ها به جای فرضیه معمولاً سوالات اکتشافی یا پدیده شناسانه دارند. اگر هم فرضیاتی داشته باشند، معمولاً به صورت پیش‌فرض‌های نظری هستند که قرار کمک بکنند تا درک عمیق و موشکافانه‌ای از سوالات یا فرضیه‌ها داشته باشیم. این فرضیه‌ها به معنای فرضیات آماری مطرح نمیشن. در روش ترکیبی هم البته ممکنه پژوهشگر هم فرضیه‌هایی برای بخش کمی داشته باشه و هم سوالات یا پیش‌فرض‌هایی برای بخش کیفی. نکته مهم دیگه‌ای که باید به عنوان پژوهشگر در انتخاب روش پژوهشتون در نظر بگیرید، سطح مهارت و امکاناتیه که برای انجام پژوهشتون دارید. پرسش شما از مهمترین و در عین حال چالش برانگیزترین سوالات روش‌شناسی پژوهش همین مسئله است. این پاسخ نیازمند تفکیک بین منطق علمی پژوهش و شرایط اجراییشه. شما باید بتونید پاسخ بدید که آیا به عنوان یک پژوهشگر میتونید این روش رو انجام بدید یا نه. یعنی توان پژوهشی شما بر انتخاب روشتون تاثیر داره، اما نباید تعیین کننده اصلیش باشه، چون اگر روش پژوهش صرفاً بر اساس توان پژوهشیتون انتخاب بشه، ممکنه پژوهش از مسیر علمی صحیح خودش منحرف بشه و به نتایجی برسه که ناقص، سطحی یا حتی نادرست باشه. شما 3 اصل رو به عنوان اصول علمی و تحلیلی برای
در نظر گرفتن سطح مهارت و توانمندیتون در انتخاب روش پژوهشتون باید مورد توجه قرار بدید. اصل اول اینه که روش پژوهش باید تابع ماهیت مسئله باشه، نه توان فردیتون. یعنی انتخاب روش باید بر پایه ماهیت واقعی مسئله، نوع سوال پژوهش و نوع داده‌های مورد نیاز باشه. اگر مسئله شما تفسیری و اکتشافی، باید روش کیفی به عنوان روش برتر شما انتخاب بشه. حتی اگر به عنوان پژوهشگر تجربه کمتری توی تحلیل‌های کیفی داشته باشید، اما باید روش درست رو انتخاب بکنید. برعکس اگر مسئله شما قابل اندازه‌گیری و مقایسه است، روش کمی روش مناسب‌تریه. حتی اگر شما به عنوان یک پژوهشگر بیشتر علاقه‌مند به تحلیل‌های کیفی باشید. مثلا اگر بخواید بفهمید دانش آموزان چجوری اضطراب امتحان رو تجربه می‌کنن، خب این یک مسئله با ماهیت کیفیه. اگر صرفاً به دلیل اینکه تسلطی به مصاحبه ندارید، اون رو با یک پرسشنامه عددی جایگزین بکنید، در واقع پدیده رو اونقدر سطحی کردید و از درک عمیق باز موندید که کار پژوهشی رو اشتباه دنبال کرد. اصل دوم به این اشاره میکنه که توان پژوهشگر نباید ماهیت پژوهش رو تحریف بکنه. اگر شما به عنوان پژوهشگر به جای یادگیری روش مناسب، روش نادرست رو صرفاً برای اینکه یک روش ساده‌تر و آسان‌تری انتخاب بکنید، نوعی ساده سازی غیر علمی انجام دادید که باعث تحریف داده‌ها و تحلیل‌ها و نتایجتون میشه. پژوهشی که ماهیت کیفی داره اما به اشتباه کمی اجرا بشه، یا بالعکس پژوهشی که ماهیت کمی داره اما به صورت کیفی اجرا بشه، نوعی ساده سازی غیر علمی اتفاق افتاده که نتایج فاقد تأکید، تأمین پذیری و یا تفسیر درست و دقیق هستند. اصل سوم به این مطلب اشاره میکنه که توان پژوهشگر در اجرای درست روش انتخاب شده خیلی مهمه. توی مرحله اجرا توانمندی پژوهشگر نقش مهمی داره. حتی اگر روش درست انتخاب بشه ولی پژوهشگر اجرای اون رو بلد نباشه، داده‌های بی‌کیفیت یا تحلیل‌های نادرست به دست میاد. پس اگر شما به عنوان یک پژوهشگر مهارتی ندارید، باید خودتون رو آموزش بدید یا با افراد متخصص همکاری کنید، یا اینکه دامنه پژوهشتون رو محدودتر بکنید تا بتونید اجرای علمی‌تری داشته باشید. در واقع پژوهش باید بر اساس ماهیت علمی مسئله طراحی بشه، نه بر اساس راحتی یا تسلط شخصی پژوهشگر. توان پژوهشگر مهمه، اما باید با یادگیری ارتقا پیدا بکنه، نه اینکه به صورت محدود کننده‌ای باعث بشه مسیر علمی از مسیر درست خودش منحرف بشه. اگر پژوهشگر توان اجرای روش مناسب رو نداره، یا باید بره یاد بگیره یا با پژوهشگران دیگه همکاری بکنه، نه اینکه روش رو تحریف کنه. در برخی از موارد روش پژوهش باید به صورت ترکیبی انتخاب بشه، یعنی بخشی از پژوهش با شیوه کمی و بخشی دیگری از اون با شیوه کیفی دنبال بشه، به ویژه زمانی که پژوهش هم به داده‌های عددی برای توصیف و مقایسه نیاز داره و هم به داده‌های متنی برای تحلیل عمیق‌تر معنا. به عنوان مثال، اگر عنوان پژوهش شما شناسایی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان و تحلیل دیدگاه اونها نسبت به راهکارهای مقابله باشه، ابتدا باید با استفاده از پرسشنامه میزان فرسودگی رو بسنجید و بعد با مصاحبه از تجربه‌های شخصی آگاه بشید. این ترکیب از روش‌ها به شما درک کاملتر و نتایج معتبرتری رو میده. پژوهش‌های آمیخته یا میکس متد یکی از رویکردهای نوین توی تحقیقات علمی هستند که در اون پژوهشگر برای پاسخ بهتر به سوال پژوهش از ترکیب روش‌های کمی و کیفی استفاده میکنه. هدف از این نوع پژوهش اینه که نقاط ضعف هر روش رو با قوت روش دیگه پوشش بده و درک کاملتری از پدیده مورد مطالعه ارائه بده. برای انتخاب روش مناسب پژوهش باید به این پرسش‌ها پاسخ بدید. آیا دنبال اندازه‌گیری و سنجش عددی هستین؟ اگر پاسختون مثبته، روش کمی مناسب شماست. آیا دنبال درک معنا، تجربه یا تفسیر دیدگاه‌ها هستید؟ اگر پاسختون مثبت، روش کیفی انتخاب مناسب تری. آیا برای پاسخ کامل به سوالات پژوهش به هر دو نوع داده نیاز دارین؟ روش ترکیبی بهترین گزینه است. پژوهش خوب با سوال خوب آغاز میشه و انتخاب روش صحیح ادامه پیدا.